از پیش که ماه شریف رمضان است استاد، یک برادر پرسیدند که در شاورما کار میکنم و قرضدار هستم. اگر همین ماه رمضان کار کنم، همین قرضم ادا میکنم، چی مصلحت میدین؟ برادران عزیز، در ماه مبارک رمضان وقتی که شما در آشخانه کار میکنید، به مردم طعام میپزید، طعام میدهید یا خوراکواری میفروشید که مردم اون خوراکواری در روز رمضان میخورند، شما به روزخورها یاری میدهید. الله تعالی در سوره مائده آیه 2 میگوید که و تعاونوا علی البر و التقوی، شما به کارهای نیک و کارهای پرهیزگاری و تقوای و خدا ترسی یاری دهید به هم دیگر. ولا تعاونوا علی الاثم والعدوان، لیکن به گناه بر دشمنی یاری ندهید. و اتقوا الله ان الله شدید العقاب، و از الله تعالی بترسید، الله تعالی صاحب عقاب شدید است، صاحب عذاب سخت است. از الله تعالی ترسید، به گناه یاری نکنید. به گناه یاری کردن این است که یک آدم دیگر را به قتل میرساند. شما رو میگوید که مثلا در نزدم است، این طرف نگاه کن، یا به نوار گیر، یا کارد گرانته، یا تیر گرانته، یا پیستلت گرانته، تپانچه را. شما فقط تپانچه را گران میدهید، یعنی که نمیکشید شما. یا اگر بوغی کرده کشتنی باشد، مثلا ریسمان گرانته گفت، ریسمان گران دادید. حال گران دادن اون طرف است تماشا کرده ایستادن، یا مجرد آگاه بودنم. من در قانونهای وضعی هم در کشور ما هم در دیگر کشورها هم جنایت حساب میشه. نیدنیسینی 347 ستیه هست. دانستید که فلانی نارکوتیک فروخت، لیکن هیچ جا خبر نکردید، فقط دانستید، تمام، شما زندان میشید. دانستید که یک آدم یک جا را مثلا ترکانیدنی بود، آگاه نکردید. دانستید که فلان آدم کشتنی بود، آگاه نکردید. گناه دانستید و آگاه نکردید، همین خیلی ستیه هست. نیدنیسینی میگن، ندادن خبر، همین جنایت هست. در شریعت اصلا این قانونهای وضعی، قانونهای دنیوی همش از قانونهای شریعت گرفته شده است. چون که اصلا دنیا را کان الانبیاء یسوس بنی اسرائیل، پیغمبرها اصلا سیاست در دست پیغمبرها بود. زمین از آن الله هست، ملک از آن الله هست، قانون از آن الله هست. اصلش این قانون های دولتی ها این همش گرفته شده از قانون شریعت است. گرفتن که کمتر تغییر دادن، از آن خود کردن، و الا اصلش از آن شریعت است. کسی که به گناه یاری دهد سوچستنگ میگن، اگر به عباره روسی گوییم فهماتر شود، سوچستنگ. شما به همین آدم جنایتکاری که روزش خورد شما طعام پخته دادید. شما به یک گناه کبیره، خوردن روزه در ماه رمضان گناه کبیره هست. کسی که به مردم فتوا میدهد که روزه ندار، اگر روزه داشتی کم بغل میشی، از بالا افتیده وفات میکنی، فرزندات یتیم میماند، کم بغل میشوی، گرسنه میشوی، و رمضان رو به مردم بخت کردن شما، او کافر است. بعد دیدنی رمضان کفری محض است. روزه این رکن اسلام است. این روزه برای پیغمبری ما و به دیگر پیغمبرها و امتهای پیشینه فرض بود. کسی فرضیت رمضان، فرضیت روزه را اگر این کنه کافر است. و این روزه برای بشریت محض خیر است. بله شریعت جدا کرده است کسانی که معذور هستند، کسانی که بیمار هستند. شریعتی عادل هست. لا یکلف الله نفسا الا وسعها. شریعت یگان نفس را امر نمیکنه مگر برای اینکه قدرت تواناییش دارد. فمن كان مريضا او على سفر فعدة من ایام اخر. کسی که بیمار باشد یا در سفر باشد، و البته از دیگر روزها روزه داشتیم، اجازت است برای او روزه خوردم. حالا میبیاد که برای که ها اجازت است، برای که ها ماه رمضان
معذور هستند. شریعتی ظالمانه نیست که همه را حتما مجبوراً روزه دارد فرمان داده باشد. اجازت هست، رخصت است به آدمای ناتوان، لیکن این روزه فایده محض است. حالا ببینید مردم کفار برای دیت شده از ما دیده بسیارتر از خوردن و نوشیدن خودداری میکنن. برای خاطر خراب شدن، به خاطر سلامتی این ماه مبارک رمضان روزه داشتن نه فقط اجر و ثواب و اطاعت الله است، بلکه این فایده های دینی و دنیوی دارد و طبی دارد. چقدر فایده های دارد که اکثری مردم از اینا بیخبرند. و کافرها برای فایده دنیوی شده خودداری میکنه از خوردن و طعام و شراب. شما شخص مسلمان از امر پروردگارتان سرکشی میکنید. این بسیار گناه عظیم است در ماه مبارک رمضان خوردن، علل خصوص به مردم آشخانه ها را کشادن، طعام دادن، خاصتا عرق فروختن در ماه رمضان. اون آشخانه و قهوه خانه هایی که عرق میفروشن و گوشت خوک میفروشن و اینا که در غیر رمضان هم حرام است، ولی گناهش در ماه رمضان عظیمتر است. بنابراین وقتی که شما طعام پخته میدید به یک آدم روزه خور، خواه مسلمان است خواه کافر، کافرها هم بناهن قول جمهور علما آنها مخاطب هستند به فروع شریعت. آنها روز قیامت برای روزه نداشتنشان جزا داده میشه، اگرچه روزشان قبول نمیشه اگر دارد، چون که اول باید اشهد ان لا اله الا الله و اشهد ان محمد رسول الله گویند، بعد عملها را اجرا کنند. لیکن برای نخواندن نماز و نداشتن روزه، ندادن زکات، اونها روز قیامت جزا داده میشوند. ما سلککم فی سقر، شما را چی به دوزخ آورد؟ قالوا لم نکن من المصلین، ما نمازگزار نبودیم. ولم نکن نطعم المسکین، به مسکین ها طعام نمیدادیم. ببینید به مسکین طعام ندادن، نماز نخواندن سبب دوزخی شدن آنها شد. اونها یعنی کافرها برای اجرا نکردن فروع شریعت، فروع شریعت یعنی دیگر عملهای پایانتر از کلمه توحید، اولین کلمه که باید هر یک بنده گوید این اشهد ان لا اله الا الله و اشهد ان محمد رسول الله. اگر این نگوید نماز و روزش فایده نمیتید. لیکن به هر حال آنها روز قیامت جزا داده میشن برای روزه نداشتنشان. کافرها هم اینا کافر کو برای آنها روزه فرض نیست که گفته پخته دادن اجازت نیست، فقط برای معذورها اجازت است. مثلا مسافرها، برای بیمارها طعام پخته دادن اجازت است. اینم در مظهر عام نه، پوبلیچ نه، یعنی که پنهانی باشد. اینم دانید که همین آدم معذور هست، همین زنک مثلا معذور هست، عذری حیض دارد مثلا، یا شاید همون آشخانه هایی که در بین دو کشور در شهرهایی که 500 کیلومتر راه است، همین در از این منطقه تا این منطقه 500 کیلومتر راه، در بین هیچ چیزی نیست، یک آشخانه است عمیق که از اینجا فقط مسافر میگذرد، چون که در اینجاها مقیم ها نیستند. بله اون آشخانه ها اجازه است، چون که عمیق از اون فقط مسافر میگذرند. لیکن شما در یک شهر زندگی دارید که به اونجا توریست ها میبیان، مثلا مسافر ها، و 2 میلیون 3 میلیون مقیم ها هم هستند. در این حال شما نمیتونید جدا کرده، اپارات ندارید که آدمی روزه‌دار از غیر روزه‌دار، آدمی معذور از غیر معذور جدا کند به شما و به معذورهاش طعام تیدم، غیر معذورهاش برابر بگید ازش. بنابراین بهترش محکم کردن آشخانه ها در ماه رمضان بعد دمیدن صبح صادق تا غروب آفتاب. مایلی مثلا بعد عصر اگر کشاید آشخانه تونه درهاش کشادگی نه که حالی طعام نمیتید، شاید قبول گرفتید، شاید یک آدم 20 نفر برای افطار کنان مهمان میبیارد، یا مخصوص جا گرفت طعام فرمایش داد، مرحمت طعامتون پزید، آمادگیتون بینید، یا دستفکه کردنی هستید بعد شام یا بعد عصر هم دستفکه میکنید تا میرد که شام میشد. غالبا اگر بعد از آن شام اگر آشخانتون کشید خواه
مسلمان ها خواه غیر مسلمان ها آمده خورد باقی ندارد. لیکن در وقتی بعد از آن بامداد تا از آن شام باید در آشخانتان کسی چیزی نخورد. برادر عزیز، این امر قطعی الله تعالی هست. من به شما ساده کرده گفتم در قانون های وضعی هم سوچسنیک حساب میشید. چی در کار گناهی دیگر کس. حالا یک آدم سوال داده است، من در یک آشخانه اروپا کار میکنم، در آشخانه گرم طعام میگیرم، از همین درون آشخانه از ساعت 11 شب کار میکنم تا 11 بیگاه، 11 سحر تا 11 بیگاه. همین بوی طعام کتی بسیار اذیت میکشم. روزه دار که هستم اجازت است که برای من روزه را خورم؟ سوال داده است. دیده سودید، یعنی درست است که مثلا مردم پول ندارند، مردم قرض دارند، مشقت دارند، بیماری دارند، درست است، ما مشقت آنها رو میفهمیم. ولی بعضی موقع که تو در اونجا نشستی، یعنی برای تو آسان است فتوا دادن. یعنی همین آدمی که همین گفته میگه اگه جو میدوند که من چخیل آسان است یا دشوار است برای من؟ یعنی من حاضر در نوار میبینید برای من آسان است؟ یا از کجا میدونید که برای من آسان است؟ مشقت من آسان است یا بلای من آسان است؟ از کجا میدونید؟ من پیشگاهی الله تعالی حساب و کتابی من بسیار وزنین است. تو از اونجا اشتی خودت کار نمیکنی به مردم آسان میگیری. یگان کار آسان است برادرها، بله برآمده مثلا از ساعت 11 سحر تا 11 بگونی 12 ساعت در آشخانه با دهان روزه کار کردن هم مشقت است. لیکن سبحان الله وقتی که برای آدم ها اگر راهی خیر نشان دهید، یک بار میکنن یا دو بار میکنن یا سه بار میکنن و میپرتان. حالا که اینقدر مشقتی وزنین هم نیست. اصلا رزق در دست الله است. شما به خاطر الله وقتی که از عمل ترک میکنه یا عمل را میگوید که در راه ماه رمضان مادامی که در آشخانه کار کردن من باشد، من کار نمیکنم. بسیار اگر آشخانه‌تان کارش خوب باشد میتونید بعد شام کار کنید، بعد عصر کار کنید، و مردم خوراک افطاری دیگه سحری تشکیل کنید. اعلان نویسید که ما در رمضان فقط به مردم سحری میدیم، افطار میدیم، شبانه کار میکنیم. مرحمت. ولا تنس نصیبک من الدنیا، از دنیا نصیبت را فراموش نکن. شریعت نمیگوید که پر همین دنیا را ترک کن به آخرت روی آر، نمیگوید به پرگی. حال همین کافرها هم 12 ماه کار نمیکنن برادران، یک ماه یک استراحت دارن و به مالدیو و به کینگ جاها برای تنی، برای آرامشی تنشون سفر میکنن و استراحت میگیرن و روزهای شنبه بازار کار نمیکنن. و شما مسلمان هستید، روز جمعه استراحت کنید. ماه رمضان اگر امکانیتش داشته باشید کار نکنید، امکانیتش نداشته باشید ساعتی کاریتون کم کنید. رزق دهنده الله هست، ملک در دست الله هست، حیات شما در دست الله هست، بازگشت شما به سوی الله هست. چی پرواده؟ الله رازق است، الله رزاق است، بسیار رزق دهنده است. و ما بكم من نعمت فمن الله و ما من دابة في الارض الا على الله رزقها. یگان چارپای نیست در روی زمین مگر رزق وی بر ذمه پروردگار است. بنابراین برادرای عزیز نترسید از کمبغلی، از الشیطان یعیدکم الفقر و یأمرکم بالفحشاء. شیطان شما را به کمبغلی وعده میکنه. ای روزه ندار که کمبغل میشی، ای نماز نخونی پول کی میبیارد، اونجا قرض هست، فرزندا هست. الشیطان یعیدکم الفقر، شیطان برای شما وعده کمبغلی میده، با کمبغلی شما را میترساند. بنابراین نترسید برادرای عزیز. لا تخش من ذی العرش اقلالا. ای بلال، چی است؟ به خانه حضرت بلال که مولا بود و غلام بود و عذابهای وزنین و سنگین پسی سر کرده بود، گرسنگی و عذاب و در بالایش کافری خارجش سنگ خرسنگ میمون، در بالای خار خواب میکرد، میزد که
هبل اعلا بگو، اله نیست بگو، الله انکار کن. اون عذابهای سخت پسی سر کرد، غلامی را پسی سر کرد. به حضرت ابوبکر صدیق و خریده آزاد کردند. وقتی زمان تینجوی و آرامی و دولت اسلامی شد و روز پیامبر صلی الله علیه و به خانهشان در آمدن که در خانهش یک توده خرما ایستاده است. گفتن که ما هذا یا بلال، این چی است ای بلال؟ گفت که یا رسول الله این خرما هست، ادخرناه لشتائنا، اینو برای زمستان ما ذخیره کردیم. بعد گفتن که انفق یا بلال ولا تخش من ذی العرش اقلالا، ای بلال این خیر کن، یعنی برای تو نمیشد که ذخیره کنی، ذخیره کرده اجازت است، لیکن این مخصوص برای بلال است و برای امثال بلال است. ای بلال برای تو نمیزیبد ذخیره کرده. توی آدمی که توکل به الله داری، ایمان کامل داری، ایمان داشتی که در بالای خار خواب بودی، در گرمی های 50-60 گرادوسی مکه در بالایت خار بود و با قمچین میزد و یک کافر در بالات ظلم میکرد. در اون وقت پیغمبر قدرت نداشتن، سلطنت نداشتن، حضرت بلال حمایه‌گر نداشتن. در همون وقت اعتقاد به الله داشتی، باوری از الله داشتی و امروز در ایامی که در کشوری اسلامی زندگی میکنی، حمایتگر داری، کشوری آرام داری، پول و مال داری، مگر از کمبغلی میترسی؟ انفق یا بلال، این خرما را خیر کن. ولا تخش من ذی العرش اقلالا، از صاحب عرش از کمبغل شدن نترس. تار زمینستان با الله میدهد. یعنی برای تو بر این آدم ها عیب است که ترسی از کمبغلی. بنابراین برادرای عزیز نترسید، توکل به الله کنید. فقلت استغفروا ربکم انه کان غفارا. حضرت نوح به قومش گفتن که الله تعالی برای ما در قرآن نقل کرد، یعنی در قرآن که نقل کرد این شریعت ما هست. الکی استغفروا ربکم، از پروردگارتون مغفرت پرسید، استغفر الله و اتوب الیه گویید. انه کان غفارا، الله تعالی گناه ها رو بخشنده است. گناه اگر هر چقدر بسیار باشه و عظیم باشه، الله تعالی بخشنده گناه است. گناه که بخشیده شد، یرسل السماء علیکم مدرارا، باران برای شما فراوان میدهد. و یمددکم باموال و بنین، مالهای شما و پسرهای شما رو زیاد میکند. دخترها نگفت، پسرها گفت، یا فرزندها نگفت، پسرها گفت. یا بارا، چون که آدم 10 دختر داشته باشد آرزوی اساسیش این پسردار شدن است. اگه خلق دختر دارم کفایه هست نمیگفت. بنابراین الله تعالی غایت فرزند ذکر کرد، به اموال و بنین. الله تعالی نتیجه استغفار بسیار این است که برای شما مالهای زیاد و پسرها میدهد و یجعل لكم جنات و یجعل لكم انهار، برای شما باغ ها میدهد، باغ و بوستان ها میدهد، از زیرش دریاها جاری میشه، آبای فراوان میدهد، باغاتون قاق نمیشد، خشک نمیشد حاصل هاش. این وعده های استغفار است. این چنین حدیث ابی بن کعب است. حضرت ابی گفتن که یا رسول الله، ما 3-1 شب آخر میخیزم و الله تعالی رو ذکر میکنم، دعا میکنم، نماز میخوانم و چقدرش بر شما صلوات فرستانم. از همون 3-1 شب وقتی عبادت میکنم، 1 ساعت 2 ساعت عبادت میکنم، چه مقدارش برای شما صلوات فرستانم؟ گفتن که چقدر خواهی؟ گفتن که 4-1 وقتمه، یعنی اگر 4 ساعت عبادت کنم 1 ساعتش به صلوات گویم، 3 ساعتش به حاجتهای خودم پرسم. گفتن که ما شئت فإن زدت فهو خیر لك، بله هر چقدر میخواهی هم قدر صلوات گو، لیکن اگر زیاد که کردی به فایده خودت هست. قلت النصف، که باشد نصفش به شما صلوات میفرستانم، نصفش به حاجتهای خودم میپرسم. که من شئت، چقدر خواهی، یعنی خوب است. فإن زدت فهو خیر لك، لیکن اگر زیاد کنی برای فایده تو است. فقلت فالثلثین، که باشد از 3/2 گفت، یعنی 3 ساعت اگر عبادت کند 2 صلوات میفرستاند، 1 به حاجتهای خودش میپرسد از الله تعالی. بعد پیامبر صلی الله علیه و آله معشیت فإن زدت فهو خیر لك، خوب است، یعنی خواستی چقدر خواستی همین قدر صلوات گو، لیکن اگر زیاد گفتی با برای تو خوب است.
بعد گفت که اجعل لك صلاتی کلها، میخواد باشد تمامی همین تهجد من برای شما صلوات میکنم، یعنی 100% فقط به شما صلوات میفرستم. میخواد باشد حالا اذن تکفى همک و یغفر لك ذنبک، میخواد باشد هم تو کفایتی کردن، یعنی اگر ساده کرد گویم پرابلم ها حل و گناهات بخشیده میشه. روایت احمد و ترمذی، این لفظی ترمذی، در دیگر لفظ آمده است که پیامبر صلی الله علیه و آله اذن یکفیک الله ما اهمک من دنیاک و آخرتک، اگر این خیر باشد یعنی تمامی تهجدات به من صلوات گویی، الله تعالی تمامی مشکلی های دینی و دنیا تا آخرتی تا حل میکند. کی همین کارو میکند؟ مثال کند یک شب دو شب میکند مشقت میکند، 12 ساعت در آشخانه یا در استرایک کار کردن مشقت نیمی، 2 رکعت نماز مشقت است، تهجد خستن مشقت است. اینش نکنید و ایش میکنید. من برای شما راهی خوب نشان داده ایستادم، راهی راسته. والله اگر کسی همین طبق این دستوری من نیست، دستوری پیامبر صلی الله علیه و سلم است، دستوری الله است، فرمان شریعت است، اگر اجرا کنه برای فایده خودتون است. 12 ساعت در کوچه کار کردن برای شما آسان است و همین کارهای کردن برایتون دشوار است. شما یک ماه اگر شخصی مؤمن و مسلمان یقین دارد به وعده های الله تعالی، بنابراین مؤمن یعنی اصلی کلمه مصدق، تصدیق کننده، باوری دارد. ایمان از کلمه باوری، او به سخنهای الله باور دارد، ایمان دارد که الله تعالی وی رزق میده. و من ترک شیئا لله عوضه الله خیرا منه. پیامبر صلی الله علیه و آله کسی که اگر یک کار برای الله شده ترک کند، الله عوضی نیک میدهد. این وعده پیامبر صلی الله علیه و سلم است. ما ینطق عن الهوى، پیامبر صلی الله علیه و آله از هوا گپ نمیزنند. این هو الا وحی یوحی، هر چیزی که میگن اون وحی از خبری آسمان است. بنابراین کسی به خاطر دین، به خاطر الله عمل میکنه، الله تعالی بی حاجت میکنه. برادرای عزیز، این ما برای شما میفهمم مهاجرات چی عذاب دارن، چی مشقت دارن. ان شاء الله قرضتون هم صاف میشد. دعا کنید ان شاء الله. مثلا قرض هم میگوییم، قرضتون هم صاف میشد، مشکلاتون هم حل میشد ان شاء الله.